مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی نهاد در اکادمی علوم تاجیکستان. با شنیدن این نام به ذهن حتما دو چیز میاد. یکی بحث‌های دامنه‌دار این نهاد و دیگر نظر جامعه به آن. واقعیت چیست؟ من ارشاد سلیمانی هستم و برای بحث بیشتر مدیر این مرکز حفیظ خالقزاده یعنی حفیظ بابایارف دکتر فلسفه را با خود دارم. خوش آمدید جناب حفیظ بابایارف. مرکز شما به هر حال مرکز تازه تأسیس است که چندان خب شناخت همه جانبه در به اصطلاح در جامعه کمتر دارد. من فکر میکنم که در آغاز خیلی کوتاه درباره هدف‌های اساسی این مرکز گفته باشیم بعد صحبت ادامه بدیم. سپاسگزارم از این دعوت. مرکز ما یعنی مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی در نزد اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان ماه یونیو سال گذشته 2014 تأسیس یافته بود و مدت نیم سال است که ما با عین حال با تهیه برنامه علمی مشغول هستیم و برای حکومت جمهوری تاجیکستان نیز یک برنامه پیشنهاد کردیم که با عنوان تشکل جهانبینی علمی مسئله های تشکل جهانبینی علمی است. مختصر در همین مورد ما علاقه پیشنهاد کردیم و انتظار هستیم که از حکومت مبلغ گذاری شود برای مدت 3 سال از سال 2016 به بعد و عین حال نیز ما همین هدف را پیگیری میکنیم، یعنی آموزش مشکلات تشکل جهانبینی علمی در جمهوری تاجیکستان. اما گپ سر این است که خب همون قسمتی هم شما که گفتید مرکز شما یک از هدفاش این است که جهانبینی علمی را خب به دیگر نوعهای جهانبینی خب برتری دهد یا حداقل حتما جهانبینی علمی باشد. یعنی شما با این میخواهید که از بطن جامعه خب مثلا اعتقاد از بطن جامعه و دیگر روندهای معاصر خب اجتماعی سیاسی بکشید؟ نه، اصلا از بطن جامعه و بخصوص از وجدان و ایمان مردم برآوردن بگیم دین و مذهب اعتقاد دینی غیر امکان است و حتی گفته بودیم هم که شاید ممکن نیست، چون یکی از عامل‌های ثبات اعتقاد دینی هست، ولی یکی از عامل‌های بی‌ثباتی نیز اعتقاد دینی هست. وقتی که اعتقاد دینی از کار فردی یعنی از کار هر یک شخص، از کار یک وجدان تبدیل می‌یابد به کار عموم، تبدیل می‌یابد به ساختن حرکت‌های جمعیتی و سیاسی. و از هم ببینید که تجربه شوروی داریم، یعنی تجربه اتئیسم که اتئیسم هم یک گونه وجدان است، یک گونه اعتقاد است. وقتی که به سیاست و ایدئولوژی تبدیل یافت یک قدرت بزرگ جهانی را از بین برد و وقتی که اگر مثلا در هر کشور دیگر اگر دین به یک قدرت و به سیاست تبدیل یافت حتما عاقبت آن خیلی مشکل میشه. از همین نقطه نظر ما میخواهیم که اعتقاد دینی کار هر شخص باشد و این پرینسیپ آزادی وجدان است، کار هر نفر است که با خدا روز نیاز داشته باشد یا بگذار بیدین باشد یا که در دین و در مذهب دیگر باشد، ولی همین دین و مذهب و بیدینی خود نباید کاری گروهی کند و تحمیل به دیگر کند. اما بعضی از نظریه پردازان خب اونایی که با نقطه نظرهای شما مخالف هستن میگن که شما با این کار یعنی با داغ کردن بحث خب اعتقاد و دنیویت همون نظریه برخورد تمدن‌های خنتینتان به داخل هویت تاجیکی می‌آورید و خب که این نمیتونه به منفعت دولتداری و ملت سازی ما باشد. شما موافق هستین یا که رد میکنی نظریه را؟ ببینیم نظریه برخورد تمدن‌ها را ساموئل هانتینگتون پیشنهاد کرد و گفت که در جهان 7-8 تمدن بزرگ است که دین محور هستند، یعنی تمدن غربی مسیحی، تمدن روسی پروسلوی، تمدن شرقی مسلمانی، تمدن چینی کنفوسیانی، تمدن خب هندی بودایی و هکذا. و
او پیشگویی کرد که در آینده دور یا نزدیک حتما برخورد این تمدن‌های دین محور روی کار خواهد آمد و با این گفتن خواست که مثلا مخصوصا بین اسلام و مسیحیت. و حتی بعضی نظریه پردازان میگن که جنگی که در خاور میانه هست این جنگ تمدن ها هست، یعنی جنگ اسلام و مسیحیت هست. به همین خاطر ما خواستیم که بحثی خب حضور دین در سیاست بیرون کنیم تا که همین گونه زمینه برای برخورد تمدن ها نباشه. یعنی که وقتی که اگر ما یک فرض کردیم در آینده یک جامعه اسلامی تبدیل یافتیم، به یک دولت اسلامی تبدیل یافتیم، این زمینه می شود برای برخورد با دیگر تمدن ها به اصطلاح هانتینگتون، یعنی به تمدن پروسلوی یا کنفوسیانی یا که بودایی و مسیحی. خب بله، اما این که مثلا شما بیشتر جانبداری این هستید که مثلا جامعه ما یک جامعه از اعتقاد جدا باشد، به این معنا که این اعتقاد کار فردی باشد و خب در مناسبت‌های فردی و مثلا وجود نباشد. اما فکر نمی‌کنید که خب ما تجربه 1400 ساله خب سنت مسلمانی و اسلامی را داریم و ارزش‌های دینی اسلامی خب در ترکیب هویت، در ترکیب مناسبات ما بسیار قوی وجود دارند و وقتی که با این چیز مثلا اگر در سطح دولت است یا در سطح بحث‌های علمی است ما می‌خوایم که مقابله کنیم، این نتیجه های خوب نداشته باشه. این 1400 سال اکثرا 1400 سال ناکامی بود. برگردیم به نزدیکترین تاریخ بیا چند مثال کوتاه میاریم. دوره تیموریان، خواجه احرار ولی، این شخصیتی چی بود؟ اسلامی بود. در سطح بسیار بلند هم راهبری طریقت نقشبندیه بود و هم معتبرترین شخصیت اسلامی همون زمان بود و در دوره نبیره های تیموری او بگیم که مرشد نبیره های تیموری بود و یعنی که دفکتو او راهبر حکومت تیموری ها بود در دوره سعید تیموری و خودکامگی در همین دوره خواجه احرار ولی به اوج اعلا بود. خودکامگی سیاسی به کدام معنا؟ پیش از همه هم خودکامگی سیاسی و هم خودکامگی اقتصادی. تمام بازارهای سمرقند و بخارا را در زیر مونوپول خود آورده بود و ده ها هزار گکتار زمین گندم در اختیار خود داشت و در یک شب 13 نفر تاجر که مثلا به بازار سمرقند گندم آوردن کشت، قتل کرد. یعنی که همین خودکامگی ببینید مطلقیت تجربه تاریخی ما هست. یا برگردیم به منقطیو در این دوره مثلا رساله منقطیوی احمد دانش ببینیم که چگونه مشکلات آشکار میکنه که وقتی که نامه نوشت به امیر منقطی که وقتی که شما به روسیه رفتید این گونه درخواستای مثلا همکاری آبیاری زمینهای مثلا بیابان آسیای مرکزی کنید و هکذا، ولی همه همینا مثلا به اعتبار گرفته نمیشدند و ما اگر همین تجربه تاریخی را ببینیم ما همیشه ناکام بودیم، چون که پیش از همون طبقه روحانیای ما پیش راه پیشرفت می گرفتند، پیش راه مبارزه آزادی خواهی را می گرفتند و مخصوصا صوفی های ما که نقشبندی و دیگر قادری و دیگرها بودند، اینا همیشه میانه رو بودند. شما توجه کنید بین عوام، بین مردم، بین مظلوم و ظالم همیشه میانه رو بودند و اینا همیشه مظلوم به اطاعتکاری، به قناعت، به صبر، به شکر، به این چیزا هدایت میکردند. خب شما فکر میکنید که این مثلا دogma ها یا به اصطلاح خب بت‌هایی که در این جامعه ها ساخته شده بود و نهادینه شده بودند به شکل یک انستیتوت، خب اینا فکر میکنید که حتما به اعتقاد ربط دارن یا که مثلا اونا میخواستن که برای منفعت های خودشون چنین یک خب ذهنیت ها را بسازن؟ بار دیگر به اعتقاد ربط دارن چون اعتقاد چیزی یک منفعت سیاسی و اقتصادی می شود، ولی به اعتقاد ربط نخواهند داشت اگر اعتقاد آزادی وجدان باشد. اگر برگردیم به جامعه تاجیکستان، خب حتما اعتقاد اکثریت ما مسلمانی است، اسلام است. خب این اسلام مثلا
مثل هر اعتقاد دیگر، مثلا مثل مسیحیت یا خب دیگر نوعهای اعتقاد که در دنیا وجود دارن نیست. یعنی مثلا اسلام یک کانسپسیونی مشخصی خودش برای جامعه سازی، برای مناسبت های دولتداری، برای چیزا داره و بیشتری طرفداران مثلا جامعه های اسلامی به این نظرن که خب باید با اسلام از نقطه نظری خب عمومی که به هم اعتقادها بهاگذاری میشد، از این نقطه نظر بهاگذاری نشود، چون که اسلام یک تعلیماتی است که خب کاملا برای جامعه سازی خب نقطه نظرها و برنامه‌ریزی هاش داره و دلیل میارن که مثلا ما در جهان طول سالهای زیاد و فعلا هم تجربه نظام‌های سیاسی اسلامی را داره. خب در منطقه ما و شما هست، مثلا خب در این طرف ترکیه، خب در این طرف ما پاکستان و خب افغانستان و در شرق میانه دولت‌های دیگه مثل قطر اینا که نظام اسلامی دارن. خب از این نقطه نظر چی میگه؟ یعنی که شناخت نسبت به اعتقاد یخیله است در خب محاکمه‌رانی ها و تحقیقات شما؟ حتی خود اسلام یگانه نیست. اسلامی که ما در عصر 10 9 و 10 داشتیم تماما کلا دیگر اسلام بوده. اسلامی تا اندازه ایرانی شده بود، همین در شکل باطنی و قرمطی و اسماعیلی که امروز ما داریم دیگر عربی هست. اسماعیلی عصر 9 و 10 ما نیست، چون در او وقت بین انسان و خدا امام وجود نداشت. امامی که مثلا حاضر است او وقت وجود نداشت. چرا؟ چون که این از بطن حرکت‌های ملی آزادی‌خواهی همین مردم برآمده بود و تکیه می‌کرد به هم اعتقاد و هم فلسفه پیش از اسلامی ایران. این یک مسئله است. از همین رو ایران توانست که خیلی پیشرفت کند در همون زمان. و دوم، شما گفتید که اسلام باید از دیگر دین‌ها فرق گذاشته شود. خب درست است، لیکن مسئله این است که در حقیقت همه از نقطه نظر انسان شناسی وقتی ما به میرچه الیاد و اینو مراجعه میکنیم، برگر و لکمن و اینو، خب نظر این است که دین، متافیزیکای، سیاست، اقتصاد و عموما همین جهان، همین مناسبت هایی که روزانه که ما داریم همین است. یعنی متافیزیک به کدام معنا؟ یعنی مقدساتی که همین زندگی روزانه ما را میسازد. و اسلام هم همین گونه مقدسات پیشنهاد میکند و ببینید که کدام مقدسات پیشنهاد میکند. پیش از همه دنیویت انکار کرده میشود. اگر ما به طور مشخص گوییم در قرآن کانسپسیون دنیویت انکار کرده میشود و دنیویت حتما با آخرت مقابل گذاشته میشود. این یک مسئله است. بعد مسئله دیگر، خب ببینید در هندوستان از نقطه نظری بودایی کسته ها وجود دارد. بله. درست؟ برهمن است و دیگر کسته های پیش پا افتاده است. در اسلام هم هست این چیزا. در مثلا سعودی، قوم سعود برتر از دیگر قوم ها است. حتی تاجیکایی که در سالهای پیش از انقلاب گریزه رفتند تا هنوز شهروندیت سعودی ندارند، چون که اونا همچون یک قوم قریشی یا قوم سعودی قبول نیستند. در قطر اینا مناسبت‌های قومی نیستند تا مناسبت‌های دینی؟ نه، اینا مناسبت‌های قبیلوی هستند که در اسلام تحکیم یافتند. مثلا اگر شما به سوره توبه ببینید، در سوره توبه تقسیمات بین مثلا قریشیان هست، بین مثلا با اعراب مقابل گذاشتن اونا هستی که مثلا هم طبقه بندی همیشه وجود داشت و حتی بیرونتر از این هم اگر ببینیم خود همین ساختن طبقات ایشان و شیخ و مثلا توسط طریقت های تصوفی در آسیای مرکزی این قوم مثلا از هم گسیخته کرد، قشرهای به هم ضد به وجود آورد، مثلا سیدزاده به وجود آورد. در افغانستان ببینه که یک حزب سادات به وجود آمد و حتی در پارلمان جای یافتند و حتی پرسشان نشان میدهند که اونا خودم نه تاجیک، نه افغان، نه ازبک، نه دیگر حساب میکنند، بلکه میگن ما قوم سادات هستیم. و تحقیقات منم مثلا در منطقه گوناگون تاجیکستان نشان داد که گروه های معینی هستند که دعوا میکنن ما سادات هستیم
ما اصلا نه تاجیک هستیم، نه ازبک هستم، نه دیگر. همین گونه طبقه سازی و حتی شجره‌نامه سازی، دعوایی که مثلا امروز برآمده است در مدت 20 سال اخیر، باعث اون گردیده است که جامعه از هم پشت خورده ایستاده است، دارد که پشت میخوره. اما برگردیم به چیز دیگر. به نظر شما و محققین مرکز شما، مشکلی تاجیکستان، جامعه تاجیکستان فقط همین خب مناسبت های اعتقادی است، یعنی دین است، یا که مثلا جامعه ما باز مشکلات دیگری دارد؟ چون که منتقدان شما را با اون خب انتقاد میکنند که شما دیگر مشکلاتی که در جامعه داریم، مشکلات در نظام، مشکلات خب در منصبداری، مشکلات در قدرت سیاسی، خب دیگر مشکلات های اجتماعی که داریم، شما همه اینا رو نادیده میگیرید و فقط خب سری خب دین، اعتقاد و بسیار نهادی نبودن این در مناسبت های جمعیتی است. در دیگر ساحه ها ما الک کارها کردیم. مثلا در مورد بیکاری نه فقط ما گفتیم در مقاله ها، بلکه باز برنامه ها ساختیم. یک مسئله هست که ما گشته و برگشته به این مسئله مراجعت کردیم، تاکید کردیم، برنامه ساختیم. یعنی بیکاری جوانان، ما گفتیم که باید سریعا هر چیز زودتر جای کار ساخته شود، جای کاری موقت نه، جای کاری دائمی، و جای کاری دائمی فقط برای ماندن استحصالات به دست می آید. ما به این مسئله خیلی جدی مناسبت کردیم و هنوز مناسبت میکنیم و یکی از طلبات ما هست. دیگر بی‌برقی را ما مثلا بسیار گفتیم و هم توسط شبکه ها و توسط رسانه ها و هم توسط برنامه ها ما پیشنهاد کردیم. دیگر مسئله هست که مثلا بی‌مسئولیتی مقامات حکومتی ما بسیار گفتیم. مثلا مشخصا در مسئله همین بی‌مسئولیتی خب مقامدارا یا حکومتدارا شما چی گفتیم و یا چی پیشنهاد داشتیم؟ پیشنهاد ما این بود که بی‌مسئولیتی مقامدارای ما به حد رسیده است که اونا دیگر همه مشکل ها را همین گونه ذهنیت ساختن در مردم که تمام مشکلات به یک فرد ربط دارند، یعنی به فرد پرزیدنت، و اونا هیچ مسئولیت ندارند و برای همین مثلا اونا در پی آن هستند که مشکلات موجوده را پنهان دارند. چون اگر مشکلات موجوده فاش شد، اونا گناهکار نیستن، بلکه فرد یگانه گناهکار است. این مشکلی بود که ما گفتیم و حتی مشکلی های مثلا در پشت سایه پرزیدنت پنهان شده نگفتیم، هم توسط رسانه ها و هم توسط برنامه ها. و پیشنهاد ما چی بود؟ پیشنهاد ما در کانسپسی های علیحده این بود که راهی اساسی از همین وضعیت بیرون رفتن باید که هر یک مقامدار برنامه مشخصی داشته باشد. فرض کنیم یک رئیس ناحیه برنامه ساختن جای کار داشته باشد و هر سال حسابات دهد در نزد حکومت مرکزی که مثلا در همین حدود 1000 نفر جای کار ساخت و کمیسه علیحده باید تأسیس یابد که همین جایهای کار چی شود، مثل که نظارت شود و از مانیتورینگ شود. فقط حسابات نباشد، یعنی حسابات خالی نباشد، چون ما دیدیم که مثلا حسابات ها شاید قسم زیادش فقط آمار است و همین مسئله مثلا باعث می شود که صاحبکارای ما فعال میشن. صاحبکارای ما وقتی که امروز یک تشبث میکنن، تمام مقامات محلی به سرش میبارن، پیش از همان اندوز به سری میبارد که شما باید اندوز سپره، حتی کارش نساخته اندوز سپره. پیشنهاد شما در شکل چی بود؟ برنامه بود برای حکومت یا چی بود؟ یا در دو شکل بود. در دو شکل بود، در شکل رسانه‌ای بود و در شکل برنامه بود و در شکل مقاله ما الکی در ملت چاپ کردیم. در شکل مقاله مشکلات صاحبکاری یک کارمند ما چاپ کرد و اوجا 5-6 راه حل پیشنهاد کرد و در شکل برنامه الکی ما در 2-3 برنامه جو کردیم. الکی 2-3 برنامه، یکی کانسپسی رشد ملی پیشنهاد کردیم، یکی کانسپسی مثلا پیشگیری جوانان از افراطگرایی و 2-3 برنامه و یکی کانسپسی دیگری که ما پیشنهاد کردیم برنامه رشد علم و معارف.
ما طلب ما بود که معاش آموزگار پیش از همه بلند برداشته شود، مقام مکتب و معارف بلند برداشته شود. ما باید دیگر مسجد سازی نکنیم، چون مسجد کافی داریم، هر یک دهه یک مسجد دارد، ولی ما اکنون در پی اون هستیم که هر یک اولاد مسجد داشته باشه. ما باید که پیش از همه توجه به معارف کنیم و حتی سرچشمه های الटरनेटिवی مثلا مبلغ گذاری همین ساحه هم پیشنهاد کردیم. یعنی ما این کارا را کردیم، با مثلا حکومت پیشنهاد کردیم و از حکومت چی پاسخ گرفته؟ شما را استقبال کردن یا که طول پاسخی نداد؟ خب پاسخ به شکل گرفتیم که انا ببینید که مثلا در جامعه دیوان سالاری که تمام جهان دیوان سالار است، وقتی ما یک چی پیشنهاد کردیم او مثلا به مقامات بالایی باید رود توسط مثلا مقامات پایانی و همین چیز ما در پروسس هست و بسیاری چیزهایی هست که ما مثلا شاید تشبث بیوسته ما نبود، لیکن در پیام پرزیدنت شنیدیم، در مورد بی‌برقی شنیدیم، در مورد بیکاری شنیدیم، در مورد به مسئولیتی کارمندای دولتی شنیدیم، در مورد در سایه پرزیدنت پنهان شدن شنیدیم، در مورد فعال نبودن حزب خلقی دموکراتی شنیدیم. یعنی بسیاری چیزایی بود که ما شنیدیم در پیام پرزیدنت. ما نمیگیم مثلا کاری بیوسته ما بود، چون مقامات دیگر هستن، خود پرزیدنت هست که تصمیم میگیرن و فکر میکنن و چی میکنن. مثلا این که مرکز شما مرکز آموزش روندهای معاصر و اجتماعی نام دارد، مثلا در برابر روندهای اجتماعی خب باز روندهای سیاسی هم خب بسیار هستند، مهم هستند. شما حتما که از صحبتاتون معلوم شد که در این زمینه ها آموزش داریم. و یکی از خب اون چیزایی که همین تشکیل مرکز شما یک ذهنیت غلط اگر همین شکل گفتن درست باشد بار آورد که شما از جانب حکومت تأسیس شدین برای اینکه از نقطه نظر علمی ثابت کنیم که مثلا سازمان سیاسی یعنی این حزب نهضت اسلام که ما داریم اعتقاد در ماهای سیاسی جزئی مهم می‌داند، ثابت کنید که همین چیز برای آینده ما خطر دارد و حکومت هم با دلایل علمی که شما پیشنهاد میکنید خب بتونه که این سازمان سیاسی را از کارزار سیاسی از صحنه سیاسی دور کنه. اینه چی میگین شما؟ درست، در حقیقت در ذهنیت مردم هست، ولی خب ما چندین دفعه گفتیم چگونه همین مرکز به وجود آمد. خب شما شاید خبردار بودید از برخوردی که در مورد یک کتابچه ما داشتیم سال 2013 بود، انا چاپ شده بود. این کتاب 20 سالگی برای 20 سالگی محفل جهانی اندیشه بود، یک کتابچه خرد بود، در حدود 100 نسخه و بیشتر به دوستان تقسیم شده بود و ما اصلا انتظار نداشتیم که این گونه برخورد به وجود می آید و برخورد پیش از همه از داخل اکادمی علوم، از داخل انستیتوت فلسفه شروع شد، چون اونا مثلا خب دعوا پیش آمد که ما باید از کار رویم و فلان و فلان و ما خب مجبور شدیم که انا عریضه دهیم و مثلا عریضه از کار رفتن و دیگر، ولی ریاست اکادمی علوم ما را اجازه نداد برای از کار رفتن و گفت که شما باید کار کنید، ولی ما گفتیم که با یک شرط ما کار میکنیم که اگر یک نهاد علاهیده در اکادمی علوم باشیم. یعنی پیشنهاد خود ما بود یا یک بار هم قبول نشد. مثلا ما آیین‌نامه ساختیم، پیشنهاد کردیم و در ریاست اکادمی علوم این چیز قبول شد و ما برنامه ساختیم. البته به شما اشاره کردم که برنامه مشکلات مسئله های تشکل جهانبینی علمی و ما در دایره همین مشکلات و مسئله ها کار میکنیم و مورد هایی که به حزب نهضت اسلام هم که مثلا دخالت کردیم به همین مقصد بود که سیاسی کردن دین، سیاسی و اقتصادی کردن دین خوب نیست، خطرناک است.